می‌خواهیم شکرگزاری را با مهمترین نعمت زندگی شروع کنیم. نعمت سلامتی. سلامتی هدیه‌ای است که بسیاری از ما آن را بدیهی می‌دانیم. اما اگر حتی برای یک لحظه دچار بیماری یا ناراحتی شویم، تازه ارزش واقعی آن را درک می‌کنیم. بدن ما هر روز بدون اینکه متوجه باشیم برایمان کارهای شگفت‌انگیزی انجام می‌دهد. قلبی که می‌تپد، ریه‌هایی که به ما اجازه می‌دهند نفس بکشیم، چشمانی که جهان را می‌بینند، پاهایی که ما را به هر کجا که بخواهیم می‌برند. امروز از تو می‌خواهم برای لحظه‌ای چشمانت را ببندی و به بدن خودت فکر کنی. به اینکه چطور هر سلول، هر اندام و هر سیستم در درونت با هم کار می‌کنند تا تو بتوانی زندگی کنی، تجربه کنی، بخندی، گریه کنی و رویاهایت را دنبال کنی. این واقعاً یک معجزه است. از خداوند، از هستی یا از هر منبعی که به آن ایمان داری بگو: خدایا شکر برای سلامتیم، شکر برای بدنم که قوی است، شکر برای ذهنم که توانایی یادگیری و رشد دارد، شکر برای اینکه میتوانم آزادانه راه بروم، شکر برای اینکه بدنم توانایی انجام کارها را دارد، شکر برای اینکه ذهنم میتواند یاد بگیرد و تمرکز کند. امروز هر بار که چیزی میخوری یا میآشامی به یاد بیاور که این مواد غذایی چگونه به بدن تو نیرو میبخشند و هر بار که قدمی برمیداری در دلت بگو: شکر برای این بدن سالم. با این تمرین روزت را با قدردانی و آرامش آغاز کن. این آغاز یک مسیر زیباست، مسیری که تو را به هر چه که می‌خواهی می‌رساند. کافی است فقط با حسی عمیق، پاک و زلال در این مسیر قدم برداری تا شاهد معجزه در تمام جوانب زندگی باشی.